چقدر مغز آقای پروفسور مجید سمیعی پیچیده؟ حالا میدونید من چیزی که در خودم دیدم از دوران بچگی تا کنون این هست که من یه فرد بسیار معمولی هستم. شاید بینندگان عزیز از این جمله خورده براشون جا بخورم. یعنی چی معمولی؟ چیزی که من درک کردم یکی از مشکل ترین مسائل زندگی انسان ها معمولی بودنه. عجب. هر کسی میخواد یه جور دیگه خودش نشون بده که هست. من سعی کردم همونی باشم که هستم و هیچ وقت تفکرات من با رفتار من چیز نیست، فاصله نداره، هر دوشون یکیه. از این لحاظ مغز من فکر میکنم کوچکترین پیچیدگی نداره، بلکه همشون راحت، سلول ها با سلامتی و راحتی با هم کار میکنن و هیچ ناراحتی که از این که بخوان جوری رفتاری بکنم که با اون احساسات من با تفکرات من با هم نخوره نمی کنم. از این لحاظ برعکس باید به شما میگم که سلولای مغز من هیچ پیچیدگی ندارن، بلکه خیلی راحت با هم ارتباط دوستانه دارن. 2 سوال رو میکنید چون فکر میکنیم 2 سوال از صحبت‌هایی که ما تا حالا کردیم ارزش و منزلتش برای دنیا و برای هموطنان عزیز من خیلی مهمتره. اول از این که ایجاد مرکز علوم اعصاب ایران، مرکز علوم اعصاب ایران یک چیز تاریخی است که در میشه گفت شاید در تاریخی که من اطلاع دارم به این عظمت ما در هیچ رشته تا حالا نداشتیم. عظمتی که در سطح جهانی شبیهش وجود نداره. یعنی من تجربه بالای 40 سال خودم رو و تجربه مرکز علوم اعصابی که ما در هانوف ایجاد کردیم و در چین، من تمام این تجربه ها رو با هم جمع کردم و خوشحالم که خیرینی که به من رجوع کردن خواهش کردن که یه همچین مرکزی در ایران ایجاد بشه به من این امکان دادن که تمام این تخیلات خودم رو برای به وجود آوردن یک مرکزی که در دنیا بی‌نظیره در تهران ارائه کنم و در دست ساختمان باشه. خوشبختانه در اسرع وقت ساختمان این بیمارستان، یعنی اسکله چیز که خیلی عظیم هست، شبیه مغز اونجا. شما الان اگر تهران برید از اتوبان همت که رد شدید روی کوه میبینید که همون مغزی که در هانوف هست الان ساخته شده. البته خب فکر میکنم حداقل ما 1 سال و نیم دیگه احتیاج داریم که تزیینات تمام لوازمی که توش باید به کار بره. لوازمی هم که ما درش در نظر گرفتیم لوازم پزشکی هستن که اینها در دنیا جاهای دیگه هنوز مورد استفاده نیستن. ما با کارخونه های بزرگ پزشکی دنیا در حال تکاملش هستیم که برای اولین بار در این مرکز نصب بشه. متوجه؟ از این لحاظ این مرکزی خواهد شد که در دنیا بی‌نظیر خواهد بود. امیدوارم در سفر دیگه که آمدیم راجع به این مرکز من مفصلا با شما صحبت. مسئله دومی که شما گفتید راجع به آفریقا. من موقعی که دبیر فدراسیون جهانی شدم خب مسئولیت سراسر دنیا رو برای جراحی مغز به من داده شد. اونجا من تمام سعی کردم وضع جراحی مغز رو از سراسر دنیا تمام قاره ها به دست بیارم. وقتی دیدم که در سراسر قاره آفریقا مخصوصا در ساب ساهارا در به اصطلاح آفریقای سیاه دیدم که فقط 74 تا نوروسرجن هست برای در اون زمان بالای 700,000 جمعیت که الان 1 میلیون جمعیت 1 میلیارد جمعیت هستن. معذرت میخوام 700 میلیون گفتم. بله 700 میلیون. بله و دیدم که واقعا اسفناکه. بعدم نگاه کردم دیدم که تعداد تلفات تصادفات در آفریقا در سال بین جوانهای 15 تا 30 ساله 3 برابر بیشتر از کسالت ایدز هستش در سال.
که تلفاتی که میمیرن به خاطر این تصادفات. چرا؟ برای اینکه جراح مغز اعصاب درش وجود نیست، به خارج خونریزی‌های مغزی و اینا. من در اون زمان شروع کردم که تک تک آفریقایی‌ها رو بیارم و تعلیم بدم. بعد دیدم که نه، این فرصت خیلی کمه و یه قطره‌ای است که ما روی سنگ داغی میریزیم. من امسال به عنوان سفیر آفریقا از طرف فدراسیون جهانی انتخاب شدم برای سراسر آفریقا و به عنوان سفیر آفریقا من تصمیم گرفتم اسمشو گذاشتم آفریقا 100، یعنی آفریقا 100 تا دانشجوی پزشکی که تحصیلشون تموم کردن ما از امسال شروع میکنیم تعلیم جراحی مغز اعصاب بهشون میدیم که در عرض 5 سال 6 سال آینده در 52 کشور 50 کشور برن و شروع کنن جراحی مغز اعصاب انجام. امشب مهمان بسیار عزیز و ارجمندی داریم که اگرچه نیاز به معرفی نداره و شخصیت جهانی و کاملا شناخته شده، من خواهم به رسم ادب به نیابت از همه شما گیلانیان جهت اطلاع بعضی از عزیزان چند تا از فرازهای زندگی های پروفسور مجید سمیعی شما خدمت عرض بکنم. ایشون در سال 1316 متولد به اوسه که نخستین جراحی میکروسکوپی مغز رو هم در سال 1356 در دنیا ابداع بوده. بعد از اون به عنوان اولین انسان در طول تاریخ عمل جراحی قاعده جمجمه ابداع بوده. در همون دهه 50 تصمیم به احداث تخصصی ترین بیمارستان جراحی مغز در شهر هانوفر آلمان میگفته با یک معماری شبیه به مغز انسان که اگر در دنیای مجازی جستجو بکنید تنیدی او سازت بدونید بسیار هم زیباه. در سال 67 کرسی جراحی مغز اعصاب هانوفر آلمان قبول بوده و همزمان ریاست فدراسیون جهانی انجمن‌های قاعده جمجمه هم ایشون به عهده داشتی. در 22 آبان 85 هم به عنوان چهره ماندگار ایران زمین معرفی بود. مهمان ارجمند امشب ما جناب آقای پروفسور مجید سمیعی که من خدمتشون با احترام فراوان عرض سلام، ادب و خوش آمد دارم. خیلی خوش آمدید. تشکر میکنم. درود فراوان به بینندگان عزیز و باعث خوشحالی من که امشب در خدمت شما هستم. شما بزرگوارید. آقای پروفسور سمیعی، گیلانیان وقتی خیلی که افتخار بکنید، وقتی خیلی به زبان عامیانه عرض کنید، تو پوزش بدید بگید ما گیلانی ها مردمانیم که بزرگانی مثل فلان و فلان و فلان داریم، حتما نام حضرت عالیه بریدی و دیشب هم تو پیامک هایی که همه رو با ما برنامه خوجیر شبان عزیزی بگفته بود که می پیرمار هر موقع خیلی مثال بزنید بگه زای درس بخونه که پیشا بکنید درس بخونی که انشالله ایت روزی بیه. آقای پروفسور سمیعی، امکان داره پروفسور سمیعی های دیگر هم در دنیا به ویژه در گیلان متولد ببینید؟ والا فقط گفتن همین پدر و مادرها به اولادانشون که شما این راه رو برید، این فرهنگ بزرگ گیلان ما رو نشون میده که عشق و علاقه پدر و مادرها در این است که فرزندانشون به ارجح علم و دانش برسن. شما وقتی از بچگی در این سرزمین بزرگ شدید و عشق و محبت و مهمان نوازی پدر و مادر و خانواده رو گرفتید و دیدید که در این محیط، در این زندگی گیلانی ها ارتباطات با هم و کمک به هم، البته خب یه خودم مواظب هم دیگه بودن رو هم باید ارائه کنم برای اینکه ما خب گیلانی ها یه خورده علاقمندیم که بدونیم دیگری چی کار میکنه. بله. ولی وقتی اینها رو ما در اینجا گرفتیم، در مغزهای ما، سلولهای مغزهای ما باقی میمونن. یعنی شما نمیتونید بگید من بعد از دورانی که گذروندم و خانواده محبت‌هایی که کردند و راه‌هایی که به ما نشون دادن همه فراموش شدن. نه، برعکس، هرچه بیشتر شما در خارج هستید، هرچی هم فعالیت‌های علمی و کارآمدی می‌کنید، اون خاطرات شیرینی که شما از وطن خودتون دارید، این خاطرات حتی روز به روز بزرگتر هم میشن، چون خاطرات شیرین هستن. خاطرات بد رو انسان سعی میکنه فراموش کنه، برای خاطرات شیرینی که تو خاله، عمو، عمه بغلت میکردن به عنوان بچه جوان
محبت کنید محبت کنید اما را اون بگیره که بگو بگیره که بگو تمام اینها خب خیلی خیلی مؤثره. از این لحاظ وقتی اسم گیلان میاد، اسم رشت میاد، اسم حتی تمام شهرهای گیلان که من همشون رو در زمان بچگی رفتم و دیدم، خب یه احساس مخصوصی بهتون دست میده. من در سراسر سال تقریبا هر هفته بغل عملهای جراحی که در هانوور دارم یکی از کنگره های بین‌المللی باید شرکت کنم، سخنرانی کنم و تنها زمانی که ما زمان به اصطلاح نمیشه گفت استراحت ولی وظیفه کاری نداریم زمان کریسمس و سال نو میلادی هستش در اروپا. ملاحظه بکنید عشق و علاقه من به گیلان و آمدن خدمت شما چقدر بوده که در این زمان که دیگه حقیقتاً به من و خانواده تعلق داشت که من باید در اونجا به سر می بردم به خانواده، چند روزیشو گذاشتم که بیام به ایران و بیام به گیلان که در خدمت شما باشم. این مسئله بی نهایت مهمی در زندگی من هستش که گویای عشق و علاقه من به ایران هست. چون میترسم فراموش کنم. از این لحاظ خواستم این حضور عرض کنم که من با عشق و علاقه آمدم و مسائلی که آدم در زندگیش از گیلان به خاطرش میاد، خب باید حساب کنید در اون سنوات اینطور بود که خب خانواده سمیعی نسبتا خانواده بزرگی هستن و خب منزل عمو، خاله و اینها همه مجزا همه جا بودن و یه مسئله‌ای که واقعا هیچ وقت من نمیتونم فراموش کنم این بود که برای ما جغلان اصلا معمایی نبود که نهار رو امروز پلو عمو باشیم، پلو خاله باشیم، پلو پدر بزرگ باشیم، هر جا که دلمون می‌خواست نیم ساعت قبل از نهار تصمیم میگرفتیم بچه‌ها میرفتیم سفره پهن بود و همه سفارش باقلاقاتو ندهید همه چی چخرتمه و همه چی اونجا بود. این یه مسئله است که در اروپا و جاهای دیگه تقریبا اصلا مطرح نیست. سفره گیلانی‌ها همیشه بازه و خوشحالم میشن که از دوست و خانواده یک دفعه سر زده بیان دو و سر اون سفره بشینن. این یه چیزیست که هیچ وقت من نمیتونم فراموش کنم و من به خاطرم داشتم که مادر ما همیشه برای اقلن 20 نفر 30 نفر هر روز غذا داره، چون نمیتونست که پدر ما میاد تنها یا مهمان با چند نفر. این مسئله خیلی خیلی مهم بود. مسئله دیگه این بودش که بزرگان ما هیچ وقت تنهایی رو دوست نداشتن و اینها هر برنامه‌ای که درست می‌کردن می اومدن تمام بچه‌ها رو جمع می‌کردن، چون خانواده سمی نسبتاً بزرگ بودن، جغلان هم زیاد بودن و می اومدن همه رو جمع می‌کردن که همه با هم لذت ببرن، همه اون امکاناتی که وجود داشت برای دیگران هم در اختیار بذارن. دور هم برسید از صفا و صمیمیت محبت. احسن. این صفا و صمیمیت و محبتی که من دوران بچگی گرفتم این در وجود من همینطور هنوز باقی هست و سعی کردم که این رو به بچه‌های خودمون و تمام دوستان خودمون ادامه بکنم و بدم. حالا من سعادتی که داشتم این بود که ازدواج خودم رو هم با یکی از افراد فامیل خودم انجام دادم. یعنی دختر نوه عموی خودم ازدواج کردم که ایشون هم خب یه همچین محیطی رو لمس بگوده بود، تجربه بگوده بود. یعنی برای من مسئله‌ای نبود که بخوام تغییر ماهیت بدم. 50% حل بود. حالا محیط. مسئله بعدی هم بچه‌ها اینطور بودن که ما سعی کردیم از ابتدا بچه‌ها رو زبان فارسی رو در درجه اول بهشون یاد بدیم. یعنی در منزل فارسی صحبت کنیم و خوشبختانه در اونجا هم امکانی داشتیم که بچه‌ها شروع کنن
به غیر از زبان آلمانی که به هر حال در کودکستان اونها یاد گرفتن، به زبان انگلیسی و فرانسه واقعا تسلط پیدا کنن. چون ما منزلم در فرانسه داشتیم که تابستونها رو اونجا میگذروندن، ناراحتی از نظر صحبت و اینها نداشته باشن. روی مسئله زبان ما خیلی خیلی اهمیت قائل می شدیم که خوشبختانه خب هم پسر من هم دختر من هر دوشون تقریبا 5 و 6 زبان رو راحت صحبت میکنن. بله. مسئله دیگه هم بود البته مسئله مدرسه و دانشگاه و اینها که خوشبختانه پسر من از همون اول از بچگی علاقه‌مند به جراحی مغز اعصاب. یه پسر که اون ندارد نشان از پدر. ایشون به هر حال آزاده اسم امیر. خب و ایشون الان چند سال هم هست سمت استادی دانشگاه هانوور رو برای رشته علوم اعصاب داره. یک بار مثل که ایران که جناب عالی تشریف بردید چی هم رو بود. بله، در سفرهای گذشته چندین سخنرانی مفصل هم ایشون کردن و الان هم واقعا میشه گفت که جزو چهره‌های خیلی خوب رشته ما شناخته شده در دنیا است. این پروفسور خطاب بکنیم. بله، ایشون پروفسور امیرسن چند ساله پروفسور امیرسن. من چیکار میتونم برای گیلان بکنم غیر از ارائه کردن به اصطلاح مسائلی که در علوم اعصاب خودم میدونم به همکاران خودم که تا کنونم کردم. این بود که گفتم ما باید یک تقریبا یه جهش بزرگی برای کارهای علمی در گیلان بکنیم. برای اون هم من امشب تصمیم گرفتم، همین امروز، این تصمیم امروز از من که گذاشتم اصلا برنامه‌ای نبود در افکار من، که ما یه بنیادی درست کنیم، بنیاد فرهنگی و علمی برای محققین گیلانی که بتونیم جوانها رو در سالهای بعد از تحصیل مقدمه‌شون به راه کار علمی برسونیم. و من هم اولین به اصطلاح هدیه‌ای که من تقدیم کردم می بود که ما 3 تا از متخصصین خودمون در رشته‌های علوم اعصاب برای مدت 2-3 سال بهشون دعوت کنیم که به اروپا، به آلمان بیان و دوره PhD و فلوشیپ رو بگذرونن. تقریبا میشه گفت مخارجی که حساب کردیم در حدود 200,000 یورو خواهد بود که ما این رو امشب تقدیم کردیم و خواهش کردیم که این بنیاد فردا نوشته بشه اساسنامش و با هم امضاش بکنیم و تقاضا میکنم به تمام گیلانی هایی که چه در گیلان هستن، چه در شهرستان های دیگه یا خارج از کشور هستن، به این بنیاد کمک کنن تا جوانهای ما در آینده بتونن راه علم و دانش رو غیر از فرا گرفتن تحصیل در دانشگاه وارد راه علمی بشن. گفتید که از دالی، خب از چه خاطرات گذشته در گیلان گفتی که چقدر سرزمین رویایی از سرزمین دوست داشتی. از بیا محلات قدیمی شما نامش یادیسه؟ بله، ما اولا محل زندگی ما اون زمان میگفتیم تلفن خانه. بعد منزل عمو و عمه و اینهای ما در سواری سازان بودش. او تلفن خانه الان خیابان بحرالعلوم اسمش. بله. آره، رشت خیابان بحرالعلوم امام خمینی. خب ما دیگه اون محله سواری سازان و اینها رو خیلی وارد بودیم، برای اینکه مرتبا میرفتیم و میمدیم. و من یادم که ما میرفتیم توی بازاری که ماهی میفروختن و نمیدونم همه چی، میدان. بعد صدا میزد برای اینکه چیزاشون رو بفروشن. من این هنوز به خاطرم از میگفتش که مرغ بی نفس بادمجان. مرغ بی نفس بادمجان بخواست بادمجان بفروشه. من اینقدر از این جمله خوشم اومده بود که همینطور راه میرفتم بودم مرغ بی نفس بادمجان. هنوزم گیری. بله، هنوزم گیری. از غذاهای گیلانی حالا که بوشهیم سر میدان رو به کدامش علاقه‌مندی؟ والا دیگه بقال قاطوق که جای خود محفوظ، اون که دیگه چخرتمه، بله، بقال قاطوق دیگه، کشک بادمجان. بله، به هر حال یه چیز دیگه هم که ما در اون زمان داشتیم، معمولا خب یه صبحونه هست و یه نهار و شام.
ولی تو رشت یه چیزم بودش بین صبحانه و نهار، قلیه نهار گفتی. قلیه نهار. آره. قلیه نهار این همیشه یه مقدار گردو و نمیدونم برنج تقریبا پخته سفید بود و شروع. یه قلیه نهار هم همیشه ساعت 11 اینطورا خلاصه زید به بدن به قول رشتیا. بله بله. آقای پروفسور سمیعی، الان یک روز کاری شما، یک روز کاری معمولی شما، حالا اونی که جلساتی دارید یا از بیرون برنامه شما تغییر داده به اوشن، یک روز کاری شما یک صبح تا عصر چطور سپری به؟ والا روزهای با یه مقدارش تعیین شده هست، یه مقدارش اصلا مشخص نیستش. اونش که تعیین شده است عملایی است که ما برای جراحی گذاشتیم. چند تا عمل در روز انجام میدید؟ والا مختلفه، چون عملهای جراحی مغز و اعصاب عملهای کوتاه و طولانی هستن، بسته به اینکه چقدر اون عملها. به طور متوسط بین 2-3 عمل هر روز من دارم. بعضی وقتا ممکنه یه عملی باشه که خب ممکنه 7-8 ساعت طول بکشه که ما به هر حال اون روز شاید تمرکزمون میدیم به اون عملی که خیلی خطرناک و خیلی چیز هست، ولی به طور معمول 2-3 تا عمل جراحی رو من هر روز دارم. خب و بعد باید حساب بکنید که شما که صبح وارد بیمارستان میشید چه ساعتی؟ خب معمولا در حدود ساعت 7:30 اینطورا 7:30-8 وارد بیمارستان میشه. یه مقدار گزارشات گذشته هست و شب هست و اینا به ما رسیدگی میشه. بعدش هم قبل از این که من برم تو اتاق عمل که همه چیز بشه، منشی‌های من 3 تا منشی دارم که هر کدومشون مسئول یه قسمت کارهای ما هستم. یه کار بین‌المللی، تمام نامه‌هایی که از کشورهای دیگه میاد به اون میرسه. یکی از مسئول به بیماران هستش که رجوع کردن و میخوان نتایج بگیرن و یکی دیگه هم هستش که بره کارهای اجتماعی که من دارم و اینا صبحها با هم تقریبا جنگ میکنن که کدومشون با من کار خودشون اول تموم بکنن که من میرم تو اتاق عمل بتونن جوابگوی مردم باشن. که اون خودش هم یه ساعتی 2 ساعتی 1.5 ساعت صبح طول میکشه و هر روزم قبل از اینکه من برم اقلا ما از سراسر دنیا فلو داریم که میان کوتاه یا طویل مدت پلو ما میمونن و همشون هم باید قبل از اینکه برن تو بخش و بیان تو اتاق عمل به من معرفی بشن. همشون صبح اونجا وایسادن تا من میام که منو معرفی میکنن که بعد با یکی از معاونین آسیستانا ببرن وارد اتاق عمل یا جای. این مسئله صبح که خیلی توش بغرنج هستش. بهترین موقع من موقع عمل جراحی است. من که میرم تو اتاق عمل میشینم دیگه کسی نمیتونه با من ارتباط پیدا کنه، سوالی بکنه. در دسترس نیست. یعنی شما کاملا بهترین زمان همون زمانی است که من تمرکز افکارم روی عمل جراحی است. و خب یه مسئله هم که خیلی خیلی برای من لذت بخشه، ملاحظه کنید من 3 تا عمل دارم. عمل اول که تموم میشه وقتی به خوبی انجام میشه اینها، عشق من و این است که برم اتاق مخصوصی که تو اتاق عمل دارم اونجا بشینم و 1 دونه استکان چای لایجان رو بخورم. چای اصیل ایران. بله، این بوی این بدون افزودنی، بدون چیز و اینها. در گذشته خوشبختانه ما اون چای اصل لایجان رو میتونستیم به دست بیاریم و که واقعا وقتی که دم میکنه بوی چیزای به اصطلاح پلانتاژ رو ما بهش میگیم جالیز چیز. آره، باغای چای اصلا تو مشام شما راه میرید این بو رو اسم میکنید. چایی که دستم را خشک کنیدی احسن. میدونید اون چایی است که من بهش علاقه پروفسور سمیعی هم در دسترس شما عزیزان نه، پروفسور مجید سمیعی.com دبل آی البته. حالا همین دوستانم احتمالا شما را زیرنویس کنید، تنیدی مراجعه بکنید، اطلاعات جامع کامل در خصوص آقای پروفسور سمیعی اگر خیلی باید تنیدی بدونید. آقای پروفسور سمیعی، برنامه صبح شما با فرماستی تا فرسید به این که در ساعتی که خیلی عمل انجام بدید هیچ کس به شما دسترسی نداره، خودتانید و خدای خودتان. ولی میدونید علتش این است که مهمترین چیز برای انسان‌ها و برای مغزها تمرکز افکاره. شما
میتونید مسائل رو اگر بتونید افکارتون رو تمرکز بدید به یه نقطه بی نهایت راحت تر حل کنید. از این لحاظ موقعی که من شروع به عمل جراحی میکنم تقریبا تمام دنیا رو فراموش میکنم، اصلا حتی نمیدونم در کجا هستم، فقط هدف من اون محیط عمله و اون محیط عمل در افکار من هی بزرگتر میشن، با وجودی که زیر میکروسکوپ بزرگ هست ولی خیلی یه دنیای برای خودش درست میشه و اون باعث میشه که آدم بتونه به هر حال راههای نجات برای بیمار رو در موقع عمل بهتر به دست بیاره و بتونه کار رو به نحو شایسته‌ای تمام بکنه. به هر حال بعد از اینکه ما این استراحت رو به اصطلاح استراحت هم 5 دقیقه بیشتر نیست که ما بین 2 تا عمل میکنیم، اون چایی رو که میخوریم تقریبا سر حال میایم 2 مرتبه با عشق و علاقه عمل بعدی شروع. البته از اتاق عمل که من بیرون میام من معمولا نهار نمیخورم هیچ وقت و همین چایی که من میخورم با یه مقدار قند همون چیزی آقا از گیلانی نخورده بعید نهار نخورید. خب من دیگه برای اینکه ما تمام روز کار میکنیم تا آخر شب اگر شما غذا بخورید یعنی چی می کارهای ایوزی بدونید سنگین میشید، اگر نهار بخواید بخورید نسبتا سنگین میشید و نمیتونید به کارتون ادامه بدید. من وقتی از فرض بفرمایید که مثلا ساعت 3-4 بعد از ظهر از اتاق عمل بیرون میام، خب باید ویزیت بکنم برم تمام بیمارانی که عمل شدن ببینن، بعد بیمارانی هم که برای روز بعد عمل آمدن ببینم، خانواده هاشون باید با من صحبت بکنن و بعد تازه برم به دفترم. دفتر من روی میزش تمام پستی که اون روز آمده جمع شدن، تازه باید روشن ایده بدونید، باید حالا به اونا برسیم. اکثرا هم خب ما جلسات علمی داریم که همه جمع میشن، اساتید و روزهای مختلف که بنده باید سر ساعت مثلا 5 اونجا باشم که اقلا 1-2 ساعت برسیم به اونا. زودتر از ساعت تقریبا 8:30-9 شب ما نمیرسیم که بریم. چه راهیه بشید که بتونید بگید که در سایه راهنمایی های آقای پروفسور سمیعی اما بتونستیم در مسیر موفقیت حرکت بکنیم؟ این سوال بسیار بسیار با جایی است و بسیار مهمی است برای زندگی جوانها. یکی از مسائلی که من به جوانها علاقمندم پیشنهاد کنم این است که عشق و علاقه داشته باشن و زحمت بکشن، ولی خودشونو تحت فشار این که من باید فلانی بشم نکنن. اون باعث میشه که یه خورده جهت سلولای مغزی با هم شروع کردن دعوا کردن. برعکس باید جوانها بگن خب من به چی علاقه‌مندم، چه رشته میخوام بخونم، با کمال آرامش، با کمال سادگی دنبال یاد گرفتن همون جهتی که دارن برن، بدون اینکه خودشون رو تحت فشار بذارن. موقعی که خودشون تحت فشار بذارن، فشار نمیگم که یاد نگیرن، بلکه حرص اینو داشته باشن که الان من میخوام در عرض 2 سال آینده نابغه دنیا بشم، این باعث میشه که سلولای مغز اصلا دیگه کار نکنن. جلوی کار سلولای مغز رو میگیرن، چون براشون همش التهاب و ترس و وحشت هست که من کارهای لازم انجام دادم یا ندادم، یا دارم میرم میشم 2 سال دیگه به اونجا که میخوام یا نه. اینجور افراد همه شکست میخورن. چرا؟ برای اینکه یک آرامش فکری ندارن. مهمترین موفقیت موقعی است که کسی برای خودش در افکار خودش آرامش فکری درست کنه و با یک برنامه تمیزی روز خودش رو تشکیل بده. که خیلی خوب، منم دوران مدرسه که بودم برام کاملا مشخص بود من ساعت 4 که میام از مدرسه تا مثلا 1-2 ساعت 1 ساعت مثلا استراحت یه چیزی خوردن و اینها، بعد برای خودم 2 ساعت میذاشتم میشستم حسابی تا قبل از شام اون 2 ساعت تمرکز کامل درس مدرسه‌مو میخوندم و بعدش هم شام با خانواده و اینها دیگه خیالم راحت بود که یه مدتی تمرکز افکار. این مسئله بسیار بسیار مهمیه که کسی با فشار روحی برای خودش دنبال کاری نره. اگر این کارو بکنه
به صدمه برم، چون من دیدم اینجور شاگردان. من شاگردانی دارم که جزء تیزهوشان بودن، جزء فرض بفهم 5%. بعد آمدن پلوی من که آقای پروفسور من میخوام در عرض 2 سال این بشم، در عرض 3 سال این بشم، در 4 سال من میخوام بعد از فلان سال مثل شما بشم. بعد من باید میشستم با اینا صحبت میکردم، شما الان این افکار که توشون هست، گفتم بنده هیچ وقت نمیخواستم اینی بشم که الان هستم. شما خودتون الگو داشتید؟ یعنی مد نظر داشتید که من مثلا مثل فلانی ببینید نه، اصلا مسئله این است که الگوی من این بود که در اون زمان که من مدرسه میرفتم، پسرعموی پدر من اولین جراح مغز اعصابی بود که به ایران از سوئیس برگشته بود، پروفسور ابراهیم سمیعی، که کرسی استادی اولین کرسی استادی مربوط به جراحی مغز اعصاب دانشگاه تهران رو ایشون کرد، که بعد بغل ایشون هم آقای نصرالله عاملی که از انگلستان آمده بود. ایشون در اون زمان خب جزو خانواده ما بودن و اینا. من عملهای جراحی که ایشون میکردن و خیلی جالب بود و نتایج بسیار عالی میگفتن، در همون زمان من علاقمند شدم. من علاقمند شدم که یک جراح مغز و اعصاب بشم، ولی علاقمند نشدم مثل ایشون بشم، با وجودی که بزرگترین شخصیت، یکی از بهترین شخصیت‌های علمی کشور ما در اون زمان ایشون بودن. ولی هدف من بود که برم خدمت کنم، جراحی مغز یاد کنم، انسان‌ها رو چیکار کنم؟ نجات بدم. این هدف من بودش. بسیار. خب بعد که ما شروع کردیم به دوران دانشگاه‌ها گذروندن، بعد علاقه‌مند بودم که کارهایی که تا اون زمان پیشکسوت‌های ما نتونستن راه حلش رو پیدا کنن، برم راه حلشون رو پیدا کنم. اونم چی؟ که بتونم به بیماران بهتر کمک کنم. علت تمام موفقیت من در جراحی مغز و اعصاب و ایجاد کردن جراحی‌های نو و تازه این بود که من میخواستم به بیماران بهتر کمک کنم که بهشون صدمه نرسه، نتایج بهتر بشه، و روی اون تحقیقات میکردم که این یه مسئله است که طبیعتاً خودش رو تکمیل میکنه. ولی اگر کسی از الگو آدم داشته باشه بسیار عالیه. الگوی جوانان باشه که من میخوام راه سمیعی رو برم، بسیار بسیار عالیه، هیچ بحثی درش نیست. ولی نه اینکه برای خودشون یه قرارداد ببندن که من میخوام مثلا در بازه زمانی حتما نه اتونه. بله این اصلا بودیم. تصویرم خیلی بدونیم اگه قرار تصویر من نشون بدید. خب بله، یکی از قراره که حساسه دقیقاً در تهران ساخته بود. بسیار عالی، بسیار عالی. یه تعداد از تصاویر شما در حال با پروفسور امیر سمیعی بله در حال نمایش در برنامه خودجوی شبانه. ممنونم که امشب ما رو افتخار بدید، شما رو خسته بودیم. وقت دیگری نریم که سوال بیشتر بپرسیم. اگر از دالی صحبتی برای خداحافظی دارید بفرمایید، که نه خداحافظ. من خیلی خوشحالم که 2 مرتبه در شبکه باران بله در خدمت شما بودم و با همشریان عزیزم چند کلمه فرصت داشتم که صحبت کنم. آرزوی سلامتی و موفقیت برای همگی آرزو می‌کنم. ممنونم. گلکی نتونید خداحافظی بگید. یا اوشان جان قربان. ممنونم. دست شما در نکنه آقای پروفسور. افتخار بدهید. شب بخیر. خیلی ممنونم که خودجوی شبانه تماشا بودید. به اتفاق آقای پروفسور مجید سمیعی چی امر خداحافظی کنیم. خدا نگهدار.